آدم علیه السلام دو پسر داشت، قابیل و هابیل. سنت آدم علیه السلام این بود که برای زیاد شدن نسل انسان زوجه اش دوگانه تولد میکرد، یک پسر و یک دختر. پسری از یک شکم تولد شده باید با دختری از دیگر شکم تولد شده ازدواج میکرد. روز از روزها یکی از پسران آدم علیه السلام در انتخاب دختر با دیگر اختلاف کرد. او کی بود؟ قابیل. خواست ازدواج کند با دختری که حق او نبود. پس حقی کی بود؟ از برادرش هابیل. نزد او آمد و گفت میخواهم با او ازدواج کنم. هابیل با او گفت این حقی تو نیست ای قابیل، این از من است. این حقی است که الله ذوالجلال مرا داده است. پس هر دو شکایت بردند به نزد آدم علیه السلام. آدم علیه السلام به آنها گفت هر یکی از شما به درگاه خداوند قربانی کنید. خداوند قربانی کسی را که قبول کند این دختر از آن او می شود. آنها به درگاه الله ذوالجلال قربانی کردند. قربانی کی قبول شد؟ قابیل زراعت‌های بسیار داشت، زراعت می‌کرد. یک زمین گندم را در راه خدا داد. هابیل باشد رمه از گوسفندان داشت و او یک گوسفند فربه را در راه خدا داد. طریقه قربانی کردن چنین بود: قربانی را در بالای کوه می‌گذاشتند. پس قربانی کسی که قبول می‌شد آتش از آسمان آمده او را می‌سوزانید و خبر دو پسر آدم را براستی برای آنها بخواند. چون قربانی را نیاز حق کردند، پس از یکی قبول کرده شد و از دیگری قبول کرده نشد. خداوند قربانی صاحب گوسفند را قبول کرد. این هابیل بود. وقتا قابیل این را دید، دشمنی و کبر و حسدش به برادرش زیاد شد. حسدش او را به تهدید کردن رساند. تهدید به چی؟ به کشتار. او گفت ای هابیل میکشم تو را. این عمل را تا کنون کسی از فرزندان آدم علیه السلام به انجام نرسانیده بود. حتی در فکرشان هم نمی آمد. بدبینی و حسد او را به کشتن برادرش برده رسانید. گفت البته تو را بکشم. هابیل در جواب به او چنین گفت جز آن نیست که خدا از پرهیزگاران قبول می کند. هر کاری می خواهی بکن. خداوند از من قبول کرد زیرا که من به اذن الله از اهل تقوایم و خداوند از تو قبول نکرد زیرا تو از اهل تقوا نیستی. با احترام و خوشزبانی به برادرش گفت اگر تو دست خود را به سوی من دراز کنی تا مرا بکشی، من دست خود را هرگز به سوی تو دراز نکنم تا تو را بکشم. و درستی که من از خدا پروردگار عالمیان می ترسم. من می خواهم که هم گناه مرا و هم گناه خود را ببری و از اهل دوزخ باشی و این جزای ستمگران است. حسد در دل قابیل زیاد شد. روزها می گذشت و او مراقب برادرش هابیل بود. و او یکی از روزها فرصت را غنیمت